نام این نقاشی ژان دارک است، اثر دانته گابریل راستی، نقاش انگلیسی که در سال 1882 آفریده شده است. در سال 1424 میلادی وقتی ژان فقط 12 ساله بود، در باغ پدرش نوری خیره کننده دید و صدای قدیس میشل را شنید که به او گفت باید پیش ولیعهد برود و فرانسه را نجات دهد. او تا 4 سال این راز را پنهان کرد. بعدها با ایمان قوی ارتش فرانسه را در جنگ 100 ساله علیه انگلیس هدایت کرد و شهر اورلان را آزاد ساخت. راستی در این نقاشی او را با شمشیر و نگاهی آسمانی نشان داده است که نماد ایمان و قدرت معنوی اوست.